خب بهمن جان خیلی عالیه. اگه صحبت خاصی نداری ما برنامه رو شروع فقط کنیم. یه روز ازش پرسیدم حسن چرا اخبار امشب طولانی شد، گفت فکر کنم قسمت آخرشه. نخ آستین کتت در اومده، اینو بعدن بگو. بکشم نخکش میشه. کلا ما بایستی از آقای جمشیدی هم تشکر کنیم، با دستای قشنگتون مدیریت سالن خیلی به ما حال داده. یه دست مرتب به افتخار آقای جمشیدی. هنو انرژی هست؟ هنو انرژی هست؟ یس. اگه هست ناری 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 جونه اناری داری بابا مهربونی بابا دل میسوزونی تو که با خندات دلو میچپونی ناری 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 یاری ناری 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 یاری خوشگل بابا نامهربونی بابا دل میسوزونی تو که با خندات دلو میچپونی ناری 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 ماشاءالله خیلی متشکرم. اینم فقط برای بهمن خوندم، به افتخارش دست بزنید. افتخار عاشق آهنگای دهاتی بهمن عزیز. اون پشت سیگار میکشید، بهش گفتم بهمن سیگار برات ضرر داره، سیگار واسه سلامتی ضرر داره. برگشت بهم گفت اتفاقا حسن چند وقت قبل در یک مجله علمی مقاله خوندم در مورد مضرات سیگار، انقدر ترسیدم که تصمیم گرفتم دیگه هیچ وقت مجله نخونم. سیگاره رو بیخیال نمیشه مجله. من یه روزی باور کنی اینو واقعیته. بخونی باز به تو بد باز نکنه بابا بله را افتادی. بله با تو باشی مگه میشه رالایو مهربون باش، زنگ نزن شبکه دو واضح با هشدار برای کبرا 12. ای جک کانفیلد با شرکت بهمن هاشمی. تمام این تبلیغات های چیزم دیدید که تبلیغات تیزرایی که تو تلویزیون پخش میشه اکثرا کار هنرمندانی بهمن هاشمیه و حتی من بنتن رو نگاه میکردم دیدم که صدای بسیار وحشتناک شما اولش بنتن رو معرفی میکنه. واقعا آدم جالبیه. یه روز گفتم حسن آخرین سوالی که تو زندگی بی جواب مونده چیه؟ گفت من موندم. این واقعیت دارم میگم، نگاش نکنین. گفت من موندم، این برق میره کجا میره؟ بیا بغلم نکنین کارا. خب آقا برنامه رو ادامه بدم. زنجیر منو بافتی، پشت کو انداختی، بابا اومده منم نمیدونم. برای من اسمس داده که حسن جان عمو زنجیر باف یه گله کوچیک ازت داشتم، تو که انقدر زحمت کشیدی و زنجیر منو بافتی مرض داشتی اونو پشت کو انداختی. ببخشید آهنگ تموم شد. خب واقعا زمان آقا سرگرم چی بودی اون انتها؟ نه واقعا چیکار میکنی؟ پی میکنه بهمن اصلا از اون بچهای مهربونیه که اگه باهاش دعوا کنی سنگ پرت کنی هد میزنه. بگو سرگرم چی بودی که انقدر ساکت بودی، خودت آرامشم بودی، خودت دل با